اینو من دیدم و نتونستم تحمل کنم. شما خودتون قضاوت کنید. میگن هیتلر عظمتی بود خونخوار، نابود کرد مردم و پای نسل افتاد. اصیل‌تر و باهوشتر از اون مردم نبود، یه نسل اصیل. آره این حقش که بود، حرفش این بود باید نسل من یه دست از خون من باشه حرف من. با نگاهی به تاریخ گذشته یه بشر، آریا کجاست نسل شده آره هدر. ببین چقدر خوار شده دیگه نسل ما، افغانی ها اومدن توی نسل ما. میگن ازدواج با ایرانی حق ماست، از دولت طلبمون حق ماست. چیزی تو جیبمه آره غلاف زبون، با خونه دوش میگیرم ببرزمون. من هیتلرم آره نجات پرستم، تیزی زیر گلوت سرت تو دستم. افغانیم اومده چسبیده به نسلم، منم که محافظ شرفم هستم. من هیتلرم آره نجات پرستم، تیزی زیر گلوت سرت تو دستم. افغانیم اومده چسبیده به نسلم، منم که محافظ شرفم هستم. افغانیا بودن از سگ پس سر، بوی گندشون میامد از 100%. دیدی اون کلیپی که آره حفاظی توشه، اونا افغانیان زن ایرانی توشه. اینا برمیگرده به نبود غیرت و مرام. اگه داری بیا یک فکر کن الان، چقدر خار شده ایرانی تو فیلماش، از لهجه افغانی کلیپ داشت. میای میسازی سریال چارخونه که افغانی بازی کنه جیبتو چاق کنه. اینا کثافتن آره بی شرفن، من قسم میخورم به این خاک پاکم. تیزی رفاقت یادگاری دستمه، روزی دوتاتونم خط بندازم بستمه. من هیتلرم آره نجات پرستم، تیزی زیر گلوت سرت تو دستم. افغانیم اومده چسبیده به نسلم، منم که محافظ شرفم هستم. من هیتلرم آره نجات پرستم، تیزی زیر گلوت سرت تو دستم. افغانیم اومده چسبیده به نسلم، منم که محافظ شرفم هستم. رابطه ایرانی و افغان گذشت، اگه رفاقتی هم بوده الان گذشت. بوده امنیت داره واسه ناموس تو، با کشتنشون تموم میشه کابوس تو. با نبوده حتی شناسنامه شناسایی، میان خیلی راحت از ایرانی خواستگاری. بعدش دو بچه بی هویت تو بغلت، باشی به فکر شناسنامه اون احمقه. آره اون کلی بود اولین تجاوز آشکار، ناموس بدی کیه بدون دادم هشدار. کشتار افغانی واجب شده، بگو فکر نابودیشون کارت شده. عظیمه و سر افغانی جایزه داره، بریدن سرشون عجب حالی داره. من هیتلرم آره نجات پرستم، تیزی زیر گلوت سرت تو دستم. افغانیم اومده چسبیده به نسلم، منم که محافظ شرفم هستم. من هیتلرم آره نجات پرستم، تیزی زیر گلوت سرت تو دستم. افغانیم اومده چسبیده به نسلم، منم که محافظ شرفم هستم. سرسام زئوس، سرسام افشین. همه تو با هم بگم ما دیگر به ایران نمیاییم.